اومدم در مورد موضوعی رو در رو با هم صحبت کنیم. میگم که نکنه توی شروعی‌های اطرافت، توی مدل لباس پوشیدنت، مدل ماشینت، حساب بانکی گیر افتاده باشی. ببین یه جایی هست که تو همه اینا رو داری، در کنارش آرامش داری، بسیار هم عالی، اوکیه. اما یه جایی هستش که تو فقط داری از اینا هویت میگیری، اعتماد به نفس با بودن اینا هست. اینا نباشه تو هیچی نیستی. اونجاست که این آگاهی اشکال داره و باید بری درون خودت جستجو کنی، خودتو پیدا کنی. توی کلاس گیر کردن، ببخشید، یعنی یه بابایی ازت در میاره که نگم برات، دیگه نمیتونی خودت باشی، دیگه نمیتونی لذت ببری.